سلام خدمت هموطنان عزیزم. دوستان عزیز، صبح من تلویزیون داشتم نگاه میکردم. یه خانم، حالا اسمشو نمیدونم چی بود، یه مجری صحبت میکرد. گفت دولت زحمت کشیده، برنامه ریزی کرده، یارانه بگیرا رو جدا کرده. یعنی انسان هایی که پر درآمد هستن یاراناشون حذف میشه، اونا که کم درآمد هستن یاراناشون پابرجاست. حالا چجوری امتحان کرده؟ خیلی خلاقن این مسئولین ما ماشاءالله. گفته خانواده هایی که 10 میلیون حساب گردشیشون کار میکنه جزو خانواده پردرآمد حساب میشن. 10 میلیون. حالا من با شما حساب کتاب میکنم. آقا 2 تا تخم مرغ، یه خانواده زیاد نمیگم، معمولی 4 نفره، درسته؟ 4 نفرن دیگه. صبح 2 تا تخم مرغ نفری میشه 8 تا، ظهر 8 تا، شام هم 8 تا. یعنی 3 8 تا 24 تا، درسته؟ 24 تا تخم مرغ. هر نفری ما گیریم یه دونه بربری هر وعده. یعنی هر وعده 4 نفر یه دونه بربری. 3 تا هم بربری بگیرن، درسته؟ یعنی 3 تا بربری با 24 تا تخم مرغ. 3 تا بربری میشه 30,000 تومن، درسته؟ 8 تا تخم مرغ هم میشه 240,000 تومن. دونه 10,000 تومنه، میشه 270,000 تومن، درسته؟ ما گیریم هر روز 30,000 تومن هم نمک و روغن و این چیزا، زیادم نمیگم، 30,000 تومن میشه 300,000 تومن. آقای مسئول، نمیدونم کجا اتاق فکر دارین. یعنی یه خانواده 4 نفره هر روز نون و تخم مرغ بخورن، خب 9 میلیون تومن هزینه شونه، غیر از کرایه خونه، غیر از اداره پول برق، آب، گاز، تلفن، غیر از اینا ها، اینا رو حساب نمی کنیم ما. غیر از اینا 9 میلیون تومن خرج میکنن اینا. اگر زیاد نمیگم 1 میلیون تومن ماهانه با پول تلفن و آب و برق و گاز رو بدن، کرایه خونه رو حساب نمی کنیم، میشه 10 میلیون تومن. این خانواده جزو خانواده پردرآمد حساب میشه. یعنی اینا یه برنامه ریختن که مردم ایران نون تخم و مرغ هم نتونن بخورن. حالا برید دنبال کارتون. میایم حرف بزنیم میشیم ضد انقلاب، میایم حرف بزنیم میشیم نمیدونم وطن فروش. آقای مسئول، شما اگر نمیدونم غیرت دارین، شرف دارین، نمیدونم چجوری حساب کتاب کردین اینا رو من نمیدونم، که بنده با 2 تا بچه نمیتونم زندگیمو بچرخونم. چیکار باید بکنم؟ به کجا سر ببرم؟ ایها الناس، مردم ایران، شما بیاین به داد همدیگه برسیم. این دولت که مردم فقط یه کاری کرده که نون و تخم و مرغ هم نتونن بخورن. کجا بودیم به کجا رسیدیم؟ خدا ازتون نگذره، خدا ازتون نگذره.